دوستای خوبم سلام، وقتتون بخیر باشه. انشالله که همگی سلامت باشید. من قبل از اینکه شروع بکنم یه توضیح بدم که این ریلزی که الان دارم آماده میکنم براتون یه مقدار بحثش تخصصی هستش و خب بیشتر از مشتری ها مربوط میشه به همکارها و عزیزانی که میخوان کات مستر بزنن. حالا شاید برای مشتری ها هم جالب باشه، ولی وظیفه خودم دونستم که ابتدا توضیح بدم که اگر عزیزان حوصله مطلب رو دارن ادامه بدیم انشالله. خدمتتون عرض کنم من امروز این کات مستر رو فرستادم واسه بچه‌های کارگاه و وقتی زدن گفتن که این بیشتر از 2 تا ورق میبره. خب برای اینکه شما هم ببینید یه نرم افزاری که خیلی متداول هست، نرم افزار کات مستر، میریم وارد نرم افزار که ببینیم محاسبات به چه صورت هستش. ابعاد رو من میزنم، میتونم ببینیم که اینجا با 2 تا ورق میده و یه تیکه. یه نرم افزار دیگه که برای برش ها خیلی مناسب هستش نرم افزار اپتیکات هست، پیشنهاد میکنم استفاده کنید. تو این یکی نرم افزار بزنیم ببینیم که چه نتیجه میگیریم. بریم به امید خدا بزنیم این رو اپتیمایزش بکنه و ببینیم برامون چه کرده. همونطور که میبینید کل کار رو این بار توی 2 تا ورق واسه ما جمع کرده.